Guess who's back? سایانز بک. چطورید بچه‌ها؟ خوبین؟ بخیر. صبح همگیتون بخیر. بچه‌ها سایان اومده. یه چالش داره. چالشو میگه امیر؟ کله منو بگیر. چالش از این قراره که ببینیم با 90,000 تومان میشه یه غذای خوشمزه درست کرد یا نه، و اینکه میخوایم ببینیم کدوممون بهتر درست میکنه. داورمونم قراره بیاد. ولی بچه‌ها واقعا با 90 تومن به نظرتون چی میشه درست کرد که خیلی هم خوشمزه باشه تازه؟ نه بگید. قطعا گزینه که کمه، ولی چون من یه آشپز خفنم میتونم، سینا رو نمیدونم. حالا آخرش میبینیم چی میشه دیگه. با ما همراه باشید. برو بریم. نریم. بچه ها ما وارد شدیم و هنوز نرسیده. امیر شروع کرده. یه بالاخره چیت و جرزنی جزئی از بازی. اول نوبت امیره. داشتم یه برو ببینیم چیکار میکنی. با من دنباله الان بگم که میخوام کشک بادمجون درست کنم، ولی سر یه کشک داستان دارم. بعد از جمع سمی کرده میگه ببین من کلا چیزایی که تو ذهنت بود و میخوای بگویه. با کشک بادمجون، اولویه، بندری و یه غذای مندرآوردی که اسم نداره. خب کشک اصلا کجاست؟ بگردیم سر دنبال کشک. آقا کشکاتون کجاست؟ این بره. دوتا با هم. اینم از سبده. دیگه چی میخوای؟ دیگه چی میخواستم اصلا سوپرمارکت؟ همه چی یادمون رفت. اصلا میدونی کشک بادمجون چیجوری درست میشه؟ بلدی؟ نه تو بلدی. سنتی بپرس ببینیم چقدر شد. بالای 90 بشه نمیتونی کارت چی. یه ستم اگه دو قلم بالای 90,000 تومان بشن یه وقت همون نیمرو میزنم. A few moments later. چقدر شد؟ 79. خب زیر 90 شد. شانس آوردی. 19.95. خب نوبت منه دیگه. بریم ببینیم سینا چیکار میکنه. بریم که بریم. نون کلوف، رشته کلوف. رشته کلوف. خب آخه پیاز چنده؟ گرون نشه. سنتی ببینیم چیا گرفتی. شبا پیتزا به راهه، بعدش هم یه چیز دیگه به راهه. میخوام فیکس با 90 جمع شالله. من میتونم پیازام قرض بدم زیاد گرفت. 88 تو دیشب اومدی حساب کتاب کردی اینجا سر اینا. خیلی ممنون. توی دقل کاری بیش نیستی. نه دیگه ببین آدم باید با 54 آدم باید با کمترین هزینه بهترین غذا رو درست کنه. مرسی ممنون. برو که بریم. نریم. خب خریدامونم کردیم و میخوایم بریم چالش رو اجرا کنیم. فقط یه چیزی بهتون بگم، این آقا سینا یه دغل‌بازیه که دومی نداره. خب آقا من بدون هیچ برنامه ریزی اومدم، کلی هم طول کشید تا خریدم بکنم. حالا تو ویدیوها میبینید. خب ولی سینا انگار اصلا میدونست چی میخواد. من غذا میدونستم قیمتش رو میدونه، فقط رشته‌هاشو نمیدونستم. فکر کنم 2 دقیقه اومد همه رو جمع جور کرد. خب 2000 later امیر جان در از 10 دقیقه. بالاخره داداش مهم اینه که چالش اینه که سنتی چالش اینه که بدون این که بدونی خرید کنی. خب بچه‌ها ما کارمون تو سوپرمارکت تموم شد. داریم زحمت میکشیم این همه داریم میریم میایم. هوا رو بگی بالا. بچه‌ها هوا ابری، هوا 2 نفره است. منم با سینا اومدم بیرون. می‌بینی؟ برو که بریم غذاها رو درست کنیم. Let's go. بریم. نریم. خب مرحله بعدی آشپزی قراره شروع بشه. ما اومدیم آشپزی کنیم.
بادمجون، پیاز. ترکیب از چیزای خودش هم جلوشه. ماکارونی، سویا، پیاز، رو. یکی قراره ماکارونی بدون گوشت درست کنه. آخه کی ماکارونی رو بدون گوشت درست کنه؟ مهم تمه. تم مهمه. خواهیم دید. کمترین امکانات بهترین. بچه‌ها تو کامنت واسمون بگید که به نظرتون خب این غذا کدومش میتونه اصلا خوشمزه تر باشه. خب پس نگفتی حالا در حال حاضر پس تو رابطه هستی یا نه؟ من که درست متوجه نشدم. یه مدت کوتاهی وارد رابطه شدم دوباره. راضی؟ خواستی بچه‌ها اینو متوجه شن؟ آره من یه مدت کوتاهی تو رابطه‌ام. برام آرزوی موفقیت کن. تو آرزوی موفقیت کن. یکی دیگه از ملاکایی که تو آشپزی به نظر من مهمه اینه که کثیف کاریت هم کم باشه. دقیقاً من خودم خیلی حساسم سر این قضیه. خودم هم همین شکلی ام. جدا از شوخی بخوام بگم یه سری‌ها من دیدم آشپزی میکنن یارو بسته رو وا میکنه، نمک میریزه کف آشپزخونه، روغن، چرک. سینا جان چیکار میکنه؟ یه ذره نمک هم داشته باشی. این پیازه برای من ها. نمک نریزی شور کنی غذای من ها. بس خودت فقط بریز. برای خودمه. سینا یه توضیح بده ببین چیکار داری میکنی؟ من الان میخوام گوشت ماکارونی و سسش و اینا رو درست کنم. ماکارونیم هم آماده است. دارم یه ذره تفت میدم، ربشو یه ذره بر آبم. از همون ربایی که میگی چه عطری داره؟ آفرین همونه. این چیه؟ ماکارونی آماده است و آب کشش کنم. آها. بعدش هم اینا رو میکنم تنگ همدیگه و بعد 40 دقیقه شبا پیتزا به راهه، بعدش هم یه چیز دیگه به راهه. سلام. بچه امیررضا اومد. بچه داورمون هم اومد. غذامون رو تست کنه. غذامون رو تست کنه ببینه. البته خب قطعا میگه ولی من بهتره دیگه. این الان قراره چی بشه؟ این قراره ماکارونی. این قراره کشک بادمجون بشه داداش. ولی بوش خوبه. من بوش رو راضیم. بابا شمالی داره کشک بادمجون درست میکنه. خب ببینیم سینا چی درست کرده. دارم گوشتش اوکی. آش ماکارونی. خب می‌خواستی یه توضیح ریز بدی که چی جوری درستش کردی؟ خیلی کوتاه. آره. ببین اول که همون دونه ها رشته نه. دونه ها رو میذاریم جوش بخوره. جوش نه. جوش هم نه. تو آب جوش. میذاریم یه ذره روغن تو آب جوش میذاریم. یه ذره هم نمک میریزیم. تقریبا یه ربع میذاریم تو همین آبه که داره دم میکشه قلقل کنه. والا من اول بادمجون رو که پوست کندم، پیازم که بیشتر خلالیش کردم. چی شده؟ غذای من این کشک بادمجون رنگی داره ولی غذا آماده شده. این از غذای من کشک بادمجون. و سینا جان چی درست کردی؟ ماکارونی با سویا. ماکارونی با گوشت مثلا. گوشت گرونه. من فکر می‌کنم چالش قبلی خیلی سخت بود. الان در این می‌بینم غذای تو رو می‌بینم سینا فکر کنم این سخت‌تر از اون باشه. یعنی چی؟ اندازه اینکه چالش قبلی خیلی ترش بودش. خیلی ترش بود. اصلا مزه دهنم فکر کنم. این فکر کنم از این بدتر هم حتی باشه. مزه رو رفت و ولی امیررضا صادقانه و کاملا صادقانه دارم میگم. و اگه میتونی اگه یک داده هم یه نمره بده به هر کدوم. بیشتر شبیه سوپ. ماکارونی این غذا به درد کسایی میخوره که دندون ندارن. چون راحت میذارم تو دهن. آره راحت میذارم تو دهن آب میشه میره پایین. طعمش چطور؟ آره ولی اینم میذاری کنارش که حرسشون رو آره ذره لثه‌هاشون هم کار کنه. طعمش ولی از 10 بخوام فقط به طعمش رو مثلا قوام و ایناشو ول کنیم و به طعمش نمره بدم میدم 5. دست شما داره. وای 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 وای. کافی؟ دوست داره دوباره.
چقدر این غذا خوشمزه شده. دو قاشق خور. اولین بار درست کردم. ادامه بدیم مسیر رو. بدیم برم سمت آشپزی. سمت یوتیوب. کشک بادرم. ببین این تو خون شمالی هست. آه نمیگه. احساس می‌کنم که ژنتیکی منتقل از داشته. روزش گردو سیرم نداره. آفرین. واقعا 10 میدم. بابا نه بی‌تعارف و احساس کنم اگه امتیاز بیشترم جا داشت بهت میدم. نه خیلی خوب بود. جدی اصلا تناسب دیگه بود. می‌تونی؟ من خودم هنوز تست نکردم و بچه‌ها چیزی که درست نه، الان نمیشه تست کنیم. سینا شاید تحریکش نظرم برگرده. میتونستی سس بزنی بپوشونه ازش. نه بیشتر از خیس بشه. او راست میگی. تحریکش یه امتیاز. یه دونه گره بچه‌ها با 90 تومن هنوز میشه غذا جمع کرد. منم اعلام میکنم بازنده چالش دست امیر رو میخوایم ببریم بالا. آقا پرچم آشپزی امیر بالا. البته برنده واقعی امیررضا که لطف کرد اومد این برنامه همراه ما افتخار بود. داد. آره واقعا. کلی افتخاری ازش- با شما بود. مرسی. خیلی هم اذیتش کردیم که می‌خوایم حالا یه می‌بینیم سری بالا رو هم کلیپام داشته داریم باشیم. که قطعاً لینکشو واسهتون میذاریم. دوباره ولی نه خیلی باز اذیت اون بدتر از این بود. علیرضا میگه اون یکی خیلی بدتر از این بود. بچه‌ها مرسی که تا اینجا همراه ما بودین. در مورد غذا و چالشام حتما نظراتتون رو کامنت بکنین و از همه مهمتر امیر جان دکمه سابسکرایب یادتون نره.